یکی اومد پیش امام صادق گفت میخوام برم کربلا، فقط یه ناراحتی دارم، میترسم برای گرما ناراحتم چیزیم بشه، غذا چطور میشه؟ امام صادق فرمود کربلا میری. فرمود وقتی کسی تصمیم میگیرد کربلا برود، پیامبر شروع میکنه براش دعا کردن، خدایا به من پیغمبر زائر فرزندم حسین رو ببخش، اگر قبلا گناهی کرده این رو پاک به سمت حسینم بیار. وقتی از منزل خارج می شود خدا دستور میده از 600 فرشته به سراغش بروند، از درب منزل تا کربلا این 600 فرشته باهاش بیان و برای هر قدمی که طی میکنه، هر متری که رد میکنید، خدا 1000 خوبی براش مینویسه و 1000 گناه رو پاک میکنه. بعد امام صادق یه نگاه تو چشمش کرد، اگر از گرمای زیاد عرق کردی، حس گرما داره اذیتت میکنه، به هر قطره عرقت 70,000 فرشته خدا خلق میکنه و اینها تا قیامت برات دعا میکنن و برات ذکر میگن. و بعد جدم امیرالمومنین نگاه میکنه به زائر امام حسین، میگه خدایا من ضمانت میکنم زائر حسینم دست خالی بر نگردد. بعد فرمود وقتی نزدیک کربلا میشوید ملائک کربلا همه به استقبالتان میآیند، مرحبا به زائر حسین. و بعد اتفاقی که میافتد آن است حضرت سید الشهدا مستقیم به شما زائرش نگاه میکند و بعد وقتی امام حسین به شما نگاه میکند منادی صدا میزند گوارایت باد بهشت خدا، حرام شد بر تو جهنم. پس امام صادق علیه السلام فرمود اما روز قیامت، در آن عرصه قیامت و گرمای قیامت ملکی بلند می شود با صدای بلند می گوید این زوار الحسین. جمعیتی بلند میشن نحن زوار الحسین، ماییم. می فرماد که یک سوال از شما خدا فرموده بپرسم، برای چی رفتید زیارت حسین ما؟ همه یک صدا میگن دوستش داشتیم. دوستش داشتید؟ میگه بله. میگه پس همه ببینید. همه نگاه میکنن. امام فرمود سید الشهدا وارد میشه. قیامت حساب کتاب چیه؟ میفرماد که آقاتونه که دوست دارید آمد، زوار امام حسین، برید پیش آقاتون، ما با شما کار نداریم.